آخرین ایستگاه برای پناهجویانی که به مقصود نرسیدند اینجاست. در این آرامگاه سیت در صربستان شماره قبرهای پناهجویان زیاد می شود. نمیشناسم، همه مهاجر هستن دیگه، از کشورهای شاید همه مهاجرن، شاید کشورهای خودمونن دیگه، مهاجرت کردن اومدن تو راه موندن. سخته دیگه، اینا رو میبینی واسه ما هم سخته. مثلا ما میخوایم بریم فکر این میکنیم مثلا بمیریم، حالا اتفاقی واسه بچه داریم. بیش از 1.5 میلیون پناهجو از سال 2015 تا حال از راههای بالکان گذشتند. اکثر آنها آرزو داشتند به اروپا برسند، اما نه همه به مقصد رسیدند. مقامات صربستان مرگ 75 پناهجو را در سالهای اخیر ثبت کردند، اما باور می رود تعداد جانباختگان بیشتر از این باشد، زیرا جسدهای بعضی از آنها ناپدید شدند. راهی خیلی دشوار بود. وقتی به قله کوه رسیدیم یکی از دوستان پایین افتاد. وقتی نزدیکش رفتیم جان داده بود. چندی از دوستانم عکس گرفته به خانواده‌اش فرستادند. برگرداندن جسد به کشور ناممکن بود. برای همین همانجا دفنش کردیم. در اطراف گورش سنگ گذاشتیم، برایش دعا کردیم و بر راهمان ادامه دادیم. واقعا خیلی سخت گذشت. خستگی، بیماری، تصادف در راه و غرق شوی از عامل‌های اساسی مرگ پناهجویان است. بیماری کووید 19 نیز جان تعدادی را گرفته است. همسرم و پدر و مادر همسرم در راه جان دادند. بیمار بودند، شاید به کووید 19 مبتلا شدند. به همین دلیل ما نقاب می‌پوشیم، زیرا می‌ترسیم. یک گروه امدادی با نام آشپزخانه بینام برای مهاجران جان باخته مراسم فاتحه برگزار می‌کند. در سال 2020 برای ادای احترام و دعا در حق محمد شهروند سوریه اینجا جمع آمدند. او در نزدیکی ایستگاه روی آهن در شهر سید درگذشت. برای ادای احترام با دوستانش از اردوگاه مهاجران پرینسیپووچ که از اینجا چندان دور نیست جمع شدیم. همچنین این مراسم یادبود را برای خانواده‌اش برگزار میکنیم. به همین دلیل نوار میگیریم تا به خانواده‌اش بفرستیم و به آنها بگوییم که بیکس نیست. مقامات صربستان میگویند تلاش میکنند با خانواده‌های قربانیان در تماس شوند، اما جسدهای پناهجویان را بسیار کم به کشورهایشان برمیگردانند. یک مولای محلی معمولا مراسم جنازه پناهجویان را برگزار میکند. من 20 مراسم جنازه را برگزار کرده ام، اما ممکن تعداد قربانیان بیشتر از این باشد، زیرا من به جنوب و شمال صربستان نمی روم. فکر می کنم اکثر آنها از افغانستان بودند. تعداد دیگر شهروندان سوریه، لیبیا و ایران. هزاران پناهجو در اردوگاه و مرکزهای دیگر در صربستان زندگی می کنند، چون مرزهای اتحادیه اروپا برویشان بسته است. با وجود این، پناهجویان و مهاجران زیاد جان در کف از تلاش برای رسیدن به زندگی بهتر دست نمی کشند.